هر روز دیدید که در فلان مجموعه، در فلان دستگاه، در فلان سازمان به هر حال یک فسادی پیدا شد، از چند صد میلیاردی تا چند هزار میلیاردی. شما بفرمایید در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم، کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداریم.